نداء الحق صوت قد شجاني وبلغني الحقيقة والأماني وكان لي السبيل إلى المعالي ونورا للهداية والبيان. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والسماء ذات البروج واليوم الموعود وشاهد ومشهود. قتل أصحاب الأخدود النار ذات الوقود إذ هم عليها قعود وهم على ما يفعلون بالمؤمنين شهود. وما نقموا منهم إلا أن يؤمنوا بالله العزيز الحميد الذي له ملك السماوات والأرض والله على كل شيء شهيد. صدق الله العظيم. اللهم صل على سيدنا وشفيعنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. سوره مبارکه بروج هست و مطالبی که در این سوره بیان میشه مثل سوره های گذشته در رابطه با قیامت هست و اثبات قیامت. البته در این سوره شواهدی الله عزوجل بر اثبات قیامت بیان میفرمایند. چند چیز را الله تعالی شاهد میگیرد، به اونها سوگند یاد میکند که اینها شواهد قیامت هستند. خداوند تعالی آغاز میفرماید با سوگند خوردن به آسمانی که ذات البروج هست. والسماء ذات البروج، قسم به اون آسمان که دارای بروج هست. بروج جمع برج هست. برج یعنی چه؟ چندین تفسیر دارد برج. بعضی میگویند که مراد از بروج ستاره ها و سیاره هایی هستند که اینها در حال جریان هستند، همیشه جاری هستند و همیشه سیارند. برج نام اونها و به اونها گفته میشه. این سیاره ها در آسمان ها هستند. بعضی معتقدند که بروج منازل 12گانه خورشید هست که خورشید در طول سال در 365 روز 12 منزل دارد که اینها نامهایی دارند. نامهایش مثل جدا و سرطان و عقرب و حوت و امثالهم، که وقتی که خورشید در 6 برج اول واقع میشه هوا گرم میشه برای اهل زمین و در 6 برج آخر وقتی که قرار میگیرد هوا نسبتاً سرد میشه. این برج ها
هر یکی مجموعه از ستاره ها هست اونجا که به شکل یه چیزی هست به همون اشکال مسما شده. مثلا یکی از اینها هست ثور. ثور یعنی گاو. مجموعه از ستاره هایی که اونجا هستن به شکل از دور نمایان میشن به شکل گاو هستن. یکی از اینها مثلا هست حوت. حوت یعنی ماهی. مجموعه ستاره هایی که اونجا هستن وقتی که کنار هم قرار گرفتن به شکل ماهی هستند. یا مثلا به شکل عقرب هست، عقرب میگویند. یا هر یکی یک شکلی دارد به همون شکل نامگذاری شده که ما الان به نامهای فروردین و اردیبهشت الی آخره نامگذاری میکنیم. در واقع این هم منازلی هستند که این منازل 12 گانه هستند، مال خورشیدند که هر 31 روز خورشید در یکی از این منازل قرار میگیرد. پس بروج نام اون برج ها و منازل شمس هست. سومین تفسیر بروج نام منازل 28 گانه ماه هست. ماه در طول ماه در 28 منزل جای دارد و بروج نام این منازل مخصوص ماه هست که از اونها ما حساب خودمون را داریم، حساب ماه را اول دوم سوم تا آخر. علی ای حال اینها مخلوقاتی هستند که ما ندیدیم. الله عزوجل به اینها سوگند یاد می کند و اونها را گواه می گیرد. آسمانی که دارای برج هست و الیوم الموعود و اون یوم موعود خودش گواه هست. روزی که موعود هست، روزی که همه شما در اون روز موعود جمع می شوید. و شاهد و مشهود و سوگند به شاهد و مشهود. شاهد و مشهود اون کسی که شهادت میده و اون کسی که بر او شهادت داده میشه، گواهی داده میشه. در تفسیر شاهد و مشهود هم خیلی اختلاف هست. بعضی میگن شاهد فرشتگان هستند و مشهود علیهم انسان ها هستند. فرشتگان روز قیامت بر له ما یا علیه ما شهادت میدند، اونا میشن شاهد، ما میشیم مشهود. بعضی میگن شاهد این ظالمینی که در این سوره اشاره به یک داستانی هست که ظالمین ظلم کردند و بر ظلم خودشون هم خودشون شاهد هستند بر مظلومین. پس شاهد اون مظلوم، اون شکنجهگر است، اون کسانی که شکنجه میدادند مظلومان را، و مشهود اونهایی که بر اونها شکنجه در واقع جاری میشد، شکنجه اعمال میشد. و بعضی میگن شاهد روز جمعه هست. اینا دو روز مبارک هستند. روز جمعه است که هر جا شاهد میشه، تو شهرها، تو روستاها، هر جا شما باشید جمعه اونجا میاد. اما مشهود روز عرفات است که خودش نمیاد، شما باید اونجا برید و شما اونجا حاضر میشید، اون مشهود است، روز عرفات است. علی ای حال تفسیرها مختلف است. الله عزوجل به این 4 چیز سوگند یاد کرده، اینها را شاهد گرفته. یکی والسماء ذات البروج، آسمانی که دارای برج هاست، و یکی اون روز موعود، روز قیامت، و یکی به شاهد، و چهارم به مشهود که تفسیرش را متفاوت عرض کردم. جواب سوگند محذوف است. علما از سوره های دیگر استنباط کردند ان بطش ربک لشدید، یعنی همه اینها شاهدند، سوگند به همه اینها گواه هستند که مؤاخذه پروردگار و گرفت پروردگار که روز قیامت مجرمین را میگیرد بسیار شدید است، بسیار سخت است. باید همه انسان ها به فکر اون روز باشند. قتل اصحاب الاخدود. الله عزوجل مطلبی را که این متعلق به همون شاهد و مشهود هست، گروه شاهد بودند و گروه مشهود، بیان میفرماید. الله میفرماید که اصحاب الاخدود بر اونها لعنت باد، نفرین بر اصحاب اخدود. اخدود
اونهایی که خندق ها را حفر کردن، اصحاب اخدود اونها هستند، اونهایی که خندق ها را حفر کردند، اونهایی که چاله ها را زدند و در چاله ها آتش افروختند و مسلمانان را در اون آتش ها سوزاندند، شکنجه دادند. الله عزوجل بر اون ظالم ها، بر اون ستمگرها نفرین میفرستد. این اشاره به جریانی دارد، اما این جریان کی اتفاق افتاد، کجا اتفاق افتاد، باز هم مفسرین اختلاف دارند. اونطوری که در تفسیرها نوشته 3 بار اخدود و خندقهای حفر شده و 3 بار مؤمنین سوزانده شدند. 1 بار در ایران بخت نصر این کار را کرد، تمام اهل توحید را خندق زد و اونها را در خندق ها انداخت و آتش روشن کرد و زنده زنده سوزاند. و 1 بار در شام این اتفاق افتاد و 1 بار در یمن این اتفاق افتاد. در یمن پادشاهی که لقبش زونواس بود، در واقع از اولاد و احفاد زونواس بود، اون این کار را کرد. بیشتر مفسران اعتقاد دارند که این اشاره به همین خندقهای یمن هست و این کمی قبل از بعثت رسول الله صلی الله علیه وسلم اتفاق افتاد. حتی در زمان رسول الله صلی الله علیه وسلم افرادی که اون صحنه را شاهد بودند و دیده بودند یا در اون زمان بودند و حیات داشتند در زمان رسول الله، اون افراد حتی بودند. اصل داستان این بود که پادشاهی بود، این پادشاه بت پرست بود و این پادشاه، البته این از اولاد اون تبع حمیری هست که قرآن مجید از تبع یاد فرموده و رسول اکرم صلی الله علیه وسلم فرمود تبع را بد و بیراه نگویید چون تبع به من ایمان آورد. تبع یا شاه زونواس یکی از پادشاهان یمن بود که در زمان خودش این کشورگشایی زیاد داشت، بسیاری از بلاد را فتح کرد و حتی به سرزمین حجاز و سرزمین مکه و مدینه آمد. وقتی که به مدینه طیبه رسید، اینجا یهودی ها بودند، علماء یهود بودند و یهود به او گفتند، ملاهای یهود به او گفتند برحذر از اینکه اینجا قتل و غارت بکنید، چون این شهری هست که پیامبر خاتم آخرین نبی خدا وقتی که مبعوث بشه اینجا هجرت میکنه، اینجا میاد و گروهی اینجا او را یاری میکنند. وقتی که علماء یهود به او این را گفتند، این متأثر شد، این پادشاه زونواس متأثر شد. تبع حمیری و قوم تبع الله در قرآن ذکر کرده، گرچه قومش بعدا تمرد کرد و به عذاب خدا گرفتار شد. او ایمان آورد، همون زمان به اولادش توصیه کرد، گفت من به این نبی خاتم ایمان دارم و اگر در زمان من آمد من میرم به دستش بیعت میکنم، ولی اگر بعد از من آمد شما برید بیعت کنید و به او ایمان بیاورید. این پادشاه مرد، ولی بعد اولادش و نسلش متاسفانه نسل خوبی نبودند، فساد کردند، شرک کردند، بت پرست بودند. یکی از اولاد همین پادشاه بود، همین تبع حمیری که خودش از صالحان بود در این زمان قبل از بعثت رسول اکرم صلی الله علیه و سلم، که این جادوگری داشت و جادوگر همیشه برای پادشاه جادوگری میکرد و وقت پادشاه دیگه با اون سرگرم بود، تا اینکه سالها گذشت و این جادوگر پیر شد و این جادوگر به پادشاه گفت که یک جوان زرنگی زیرکی کسی را بفرست که من بهش آموزش بدم، بهش یاد بدم این فن را که فردا من میروم به دردت بخوره. پادشاه در میان بچه ها، نوجوان ها بررسی کرد، دستور داد بررسی بکنن. یه بچه بسیار ذکی، باهوش، زرنگ، اون بچه را انتخاب کردن. بعضی گفتن
اسمش عبدالله ابن تامر بود. اینا عرب بودند و باشندگان یمن بودند. یمن در همون زمان رسول الله صلی الله علیه وسلم یمنی ها عرب بودند. لذا این بچه را روزانه میرفت پیش جادوگر و فن جادو را آموزش میگرفت. اما از قضا در راه با یک راهب، با یک درویش موحد که بر دین عیسی مسیح علیه السلام بود، با او برخورد کرد و اون راهب او را به سوی توحید و به سوی یکتاپرستی دعوت کرد و گفت این راه نجات این راه است. از اونجا که این بچه بسیار زرنگ بود، زود گرفت اون چیزی که اون راهب میگفت و شیفته این راهب شد. هر روز میرفت حتما به راهب سر میزد، هم در رفتن و هم در برگشتن. گاهی مورد عتاب و کتک واقع میشد، چون در رفتن پیش جادوگر هم با تأخیر میرفت و در برگشتن پیش خانه و خانواده هم با تأخیر میرفت. هر جا که دیر میکرد دیگه برایش مشکل پیش میآمد، ولی این مشکلات را به جان خرید، چون که اون گرویده توحید شد و گرویده یکتاپرستی شد. این بچه یکتاپرست شد تا اینکه در دل همه چیز را داشت، تا اینکه یک روزی آمد، مردم یه جای توقف کرده بودند، مردم ایستاده بودند و گفت چه خبره؟ گفتند که اینجا یک بلایی هست، مانع راه هست و سد راه هست. بعضی تفسیرها نوشته شیر بود، بعضی تفسیرها نوشته که مار بود. این بچه گفت من اینجا این دین راهب را امتحان میکنم و این بلا را از سر مردم بر میدارم. سنگی برداشت و گفت خدایا اگر دین اون راهب به حق هست و اون راهب بر مسیر حق هست، پس این با همین سنگ این شیر را، این بلا را از بین ببر، نابودش کن. و اون را وقتی که به نام خدا گفت و زد، الله عزوجل کرامت الله، به خاطر کرامت اون بچه اون حیوان را، یا مار بود یا شیر بود، از بین برد. لذا بعد از این بچه به این نتیجه رسید و فریاد برآورد که دین راهب بر حق است. در میان مردم این خبر پیچید و گفتند این بچه دارای این کرامت هست. از نزدیکان این پادشاه کسی بود نابینا بود و کور بود. اون گفت که اگر واقعا این دین به حقی داشته باشه، حتما برای چشمان من دعا بکند و از خدا بخواهد، خداوند چشمان من را هم عافیت میده، سلامتی را بر میگرداند. تا اینکه پیش اون بچه رفت و از او تقاضا کرد. بچه گفت به شرط این کار را میکنم که بر دین توحید و یکتاپرستی بیایی. و اون وعده داد که اگر چشماش خوب بشه حتما این کار را میکند. دعا کرد به بارگاه الهی، الله عزوجل چشمان او را عافیت داد. بعد از اون نابینا هم ایمان آورد و تعداد زیادی از مردم ایمان آوردند و بالاخره خبر به پادشاه رسید. این بچه را، عبدالله بن تامر را دستگیر کرد و شکنجه داد و از او اعتراف گرفت. در اعترافاتش هم راهب دستگیر شد، هم اون نابینا که خوب شده بود دستگیر شد. هر دو تا را پادشاه شهید کرد و باز خواست خود این بچه را، خود این طفل را از بین ببرد، نتونست. حالا صورتهای زیادی تو تفسیرها نوشته، صحت و سقمش را الله میداند. به هر حال پادشاه سعی کرد، تلاش کرد. می آید که دستور داد این را ببرید روی قله کو، از اونجا بندازید. کسانی که بردند خودشون به بلا گرفتار شدند. دستور داد این را ببرید در دریا بندازید، خود اونها مشکل پیدا کردند. تا اینکه عاجز شد پادشاه، نتونست این بچه را از پای در آورد. تا اینکه این بچه خودش به پادشاه گفت تنها راهش را از خود من بپرس. اون اینه که مردم شهر را جمع کن در میدان اصلی شهر. میخواست با شهادتش و با موتش پیام یکتاپرستی را به همگان بده. گفت که تیر را بردار و بگو که به نام رب این بچه، به نام رب و پروردگار این غلام. لذا پادشاه همین کار را کرد. پادشاه نمیدونست، کودن بود که چه نقشه‌ای هست و میخواست زودتر اهل توحید را از بین ببرد. ولی وقتی که همه مردم جمع شدند
و پادشاه این کلمات را که بچه بهش گفته بود بر زبان آورد و زد تیر اصابت کرد و این بچه یا عبدالله ابن تامر یا هر کسی بود به هر حال شهید شد. بعد از اینکه اون شهید شد مردم متاثر شدن. سبحان الله. پس آنچه که ما تا به حال می پرستیدیم همه باطل، همه دروغ، همه بیجا. معبود حقیقی معبود این طفل هست که این طفل او را عبادت میکرد، این راهب او را عبادت میکرد که این همه تأثیر، همه واقعات جلو چشمشون آمد. لذا وقتی که مردم ایمان آوردن و بر ایمان خودشون محکم ایستادن، پادشاه تهدید کرد، ضرب الاجل تعیین کرد که برگردید از این دین و الا همه شما را من از دم تیغ میگذرانم و همه شما را من میسوزانم. مردم استقامت کردند. پادشاه دستور داد این حفره ها و این خندق ها را بزنند. خندق ها زده شد و حفره ها و چاله های بسیار بزرگی زده شد و مردم را، مؤمنین را، اهل توحید را، یکتاپرستان را می سوزاندند در آن. و قرآن به اون اشاره کرده قتل اصحاب الاخدود. لعنت بر این کسانی که خندق ایجاد کردند، حفره ها را درست کردند که اینها نسبت به مؤمنین و موحدین چه کاری کردند. اخدود اونها هستند، اون خندق های را میگویند که اونها حفر کردند و اصحاب الاخدود اون پادشاه هست با اطرافیانش. الله می فرماید قتل اصحاب الاخدود، لعنت بر اصحاب اخدود، النار ذات الوقود، یعنی اون آتشی که دارای اخگر و دارای زغالهای روشن بود. اذ هم علیها قعود، زمانی که آنها بر آن آتش نشسته بودند. و هم علی ما یفعلون بالمؤمنین شهود، اونها آنچه که نسبت به مؤمنین انجام میدادند، ظلم و ستمی که انجام میدادند، شهود، شاهد بودند. پس شاهد بر اساس یک تفسیر اینها هستند و مشهود علیهم مؤمنین هستند. الله اینها را هم گواه میگیرد چون اینها به کیفر سختشون به عذاب خدا بعد گرفتار شدند. الله عزوجل اینها را مؤاخذه کرد. لذا از اینها شاهد میگیرد که اینها شاهد هستند که ان بطش ربک لشدید، عذاب پروردگار و گرفت پروردگار سخت است. و از این آیات هم ما میفهمیم که واقعا کسانی که اگر بخواهند بر مسیر حق و بر مسیر دین و صراط مستقیم باشند، حتما برایشون مشکلات هست. لذا اگر مشکلات آمد، نسأل الله العافیه، از الله عافیت میخواهیم و بخواهیم همیشه که خداوند مشکل نیاره برای ما، خداوند به ابتلاعات گرفتارمون نکنه. اما اگر مشکلات آمد، اینها الگو هستند، اینها نمونه هستند که باید ما تا آخرین لحظات استقامت بکنیم بر دین حق، بر مسیر ایمان، بر مسیر توحید. خود رسول اکرم صلی الله علیه وسلم با اصحاب چه کشیدن؟ زندگی 13 ساله مکه و بعد زندگی مدینه طیبه، هر روز جنگهای تحمیلی، هر روز فشار، هر روز از کنم احزاب و گروه های مختلف. الله داره میگه که برای اهل ایمان و اهل حق شاید دنیا جای خوشی نباشد، جای راحت نباشد. و هم علی ما یفعلون بالمؤمنین شهود، آنان آنچه که میکردند انجام میدادند نسبت به مؤمنین شاهد بودند. و ما نقموا منهم الا ان یؤمنوا بالله العزیز الحمید، اونها از اونها چیزی را ناپسند ندانستند، اکراه ندانستند، چیزی دیگر را، چیزی دیگر، عیب دیگر در اونها ندیدند. الا ان یؤمنوا، نقمشان، عیبشان، ایرادشان ایمان بود. الا ان یؤمنوا بالله العزیز الحمید، مگر ایمان داشتن به الله، آن اللهی که عزیز است، غالب است، و آن اللهی که ستوده شده است. جرم
اون افراد که در آتش انداخته شدند همین ایمان بود. امروز هم شما میبینید بسیاری از مردم هستند که دیگه جرمی ندارن الا ان یؤمنوا بالله العزیز الحمید. جنایاتی که در بوسنی انجام گرفت، خب مسلمانان خودشون اروپایی بودند، از همون نسل بودند. جنایاتی که در برمه انجام میگیرد، برما، از کنم که اونها هموطنشون هستند اما جرمشون فقط ایمان به الله هست، ایمان به خدای عزوجل است. یا در گوشه های دیگر دنیا هر کسی که هم مسلک و هم کیششون باشه ولو اینکه مواطنشون هم نباشه برایشون عزیز است، برای اهل کفر اهل شرک. اما هر کسی که بر ایمان و بر توحید و بر مسیر حق باشد ولو اینکه هموطنانشون باشند دوستشون ندارند، نسبت به اونها تنفر دارند. لذا این شیوه کفار است. و ما نقموا منهم، عیب و ایرادی دیگه از اونها نگرفتند و چیزی دیگر را از اونها ناپسند نداشتند الا ان یؤمنوا بالله العزیز الحمید. صفات عزیز حمید: الذي له ملك السماوات والارض. این بیان توحید است و نسبت به ما قبل ترقی. آن اللهی که برای اوست تمام تصرفات، اختیارات، مدیریت کل، اداره جهان به دست او هست، به دست کسی دیگه نیست. او هست که زنده می کند، می میراند، باران میده، قحط می کند، می آورد، مریضی میده، شفا میده، تجارت را رونق میده، کسادش میکنه، ورشکستگی میاره، همه او هست. اگر میخواید حالتون خوب بشه فقط به او محکم بچسبید. این تدبیرهایی که بعضی میکنند، حیله هایی که بعضی بکار میبرند، زیاد اینها کارآمد نیست. الذی له ملک السماوات والارض والله على كل شیء شهید. قبلا خدمت شما عرض کردم چند بار، شاید 10 بار، اینجا هم تکرار میکنم که تا این مسئله به ذهن خوب بنشیند که برای یک معبود به حق 2 صفت لازمه. کسی میتونه معبود واقعی بشه و مردم او را پرستش بکنن که 2 تا وصف داشته باشه: 1 اختیارات و قدرت داشته باشه، تدبیر و تصرف، هر کاری که بخواد بکنه بتونه بکنه. 2 علمش کامل باشه، از احوال تمام کسانی که او را فریاد میزنن، از او استمداد میکنن، از احوال اونها با خبر باشد. این 2 صفت فقط مال الله هستند. الذی له ملک السماوات والارض، این تدبیر و تصرف کامل است. والله علی کل شیء شهید، این علم کامل است. الله بر هر چیز گواه است، حاضر و ناظر است، همه چیز را میداند. لذا بعد از اینکه الله عزوجل وصف عزیز و حمید را بیان فرمود، ادامه اون ماجرا، اونهایی که مؤمنین را در اون آتش سوزاندند، مؤمنین را شکنجه دادند و مؤمنین را شهید کردند، سرنوشت اونها چی خواهد بود؟ الله می فرماید: ان الذين فتنوا المؤمنین والمؤمنات، آنانی که اذیت کردند، آزار رساندند مردان مؤمن و زنان مؤمن را، ثم لم یتوبوا، سپس توبه نکردند. اشاره به این است که اگر توبه بکنند، الله سبحان الله ذات رحمان و رحیم است، با وجودی که این جنایت ها را کردند توبه بکنند، توبهش پذیرفته میشه، توبه وحشی پذیرفته میشه، توبه هند جگرخوار پذیرفته میشه، توبه ابو سفیان رضی الله تعالی عنه که سپاهش همیشه در مقابل رسول الله بود پذیرفته میشه. هر کس بشه توبه بکنه پذیرفته میشه. لذا الله می فرماید ثم لم یتوبوا، سپس توبه نکردند. اونایی که توبه نکردند فلهم عذاب جهنم ولهم عذاب الحریق، برای آنان عذاب جهنم است
و برای آنان عذاب سوزان هست. عذاب جهنم مگر همون عذاب حریق نیست؟ چرا؟ ولی عذاب جهنم عامتر است. تو جهنم هم آتش است، هم زمهریر است، جایی که بسیار سخت خنک است، هم حمیم است، آب جوش هست، هم زقوم هست، هم ارز کنم خدمت شما صعود هست، اون کوه هست، انواع عذاب ها هستند. اما اینها چون که مؤمنین را در آتش سوزانده بودن، برای اینها خاصتا ولهم عذاب الحریق، برای اینها عذابی که اینها را خوب بسوزاند هست. ان الذين آمنوا وعملوا الصالحات، هر جا تخویف اونجا تبشیرم هست. آنانی که ایمان آوردند و عمل صالح انجام دادند، لهم جنات تجری من تحتها الانهار، برای آنها باغاتی است، جناتی است که از زیر درختان و کاخهاش نهرها جاری است. ذلک الفوز الکبیر، فوز و موفقیت بزرگ اینه که انسان ایمان داشته باشه، عمل صالح داشته باشه و با فضل و لطف الهی وارد بهشت بشه. ان بطش ربک لشدید. الله عزوجل اینجا جواب اون سوگندها را ذکر میکنه. والسماء ذات البروج واليوم الموعود وشاهد ومشهود قتل اصحاب الاخدود. اینجا نمونه از شاهد و مشهود آمد. سوگند به اون همه که ان بطش ربک لشدید، گرفت پروردگار تو، مؤاخذه رب تو بسیار شدید است. الله از بطش خودش و از گرفت خودش نجاتمون بده. و الله عزوجل قیاس می فرماید که شما یقین کنید، باور کنید، همونطور که الله از ابتدا شما را خلق کرده دوباره هم شما را بر می گرداند. فکر نکنید می میرید برای همیشه. انه هو یبدئ و یعید. همانا اون ذاتی هست که از ابتدا خلق کرده و یعید، دوباره بر می گرداند. این متعلق بالیوم الموعود است. اون یوم موعود، روز قیامت، شما را او بر می گرداند. و هو الغفور الودود، اینم ترغیب به توبه است. و اون ذات غفور است، بخشاینده است، الودود دوست داشتنی هست. یا اینکه بندگان خودش را، مؤمنین را، تائبین را دوست دارد. ذو العرش المجید، دارای عرش مجید است، عرش بزرگ. این صفات جلال هست. من قبلا خدمت شما عرض کردم که عرش، حضرت شیخ رحمه الله می فرماید، شیخ حسین علی، که هر جا عرش می آید از سیاق و سباق معلوم میشه که این اشاره به پادشاهی و به ملک و به تصرف و به اختیارات مطلق الله عزوجل است. اینجا از سیاق هم معلوم میشه فعال لما یرید، هر چی که اراده بکند اون انجام میده، اون انجام میده، انجام دهنده هر چی که بخواهد. هل اتاک حدیث الجنود، اینجا الله عزوجل نمونه از تکذیب ذکر می فرماید. نمونه اینم متعلق به شاهد و مشهود است. الله می فرماید از حدیث جنود خبر داری؟ پیش شما اخبار اونها آمد؟ این استفهام را میگن استفهام تشویق. الله عزوجل تشویق می فرماید. حدیث الجنود، لشکریان. کدوم لشکریان؟ فرعون و ثمود، لشکریان فرعون و ثمود، قوم ثمود و قوم فرعون. الله می فرماید که میدونی که عاقبتشون چی شد؟ مسلمه. بل الذین کفروا فی تکذیب، بلکه کسانی که کفر کردند عمدن، اونها در تکذیب بودند، یعنی انبیا را، رسول را، توحید را، معاد را تکذیب کردند. اونا که تکذیب کردند والله من ورائهم محیط، خداوند از پشت سر همه اعمال اونها را احاطه کرده، یعنی همه ثبت و ضبط همه اعمال اونها در نامه اعمالشون گذاشته شده و به کیفر اعمالشان میرسند. بل هو قرآن مجید فی لوح محفوظ. این متعلق به بل الذین کفروا فی تکذیب است
که همان گونه که فرعونیان تکذیب کردند شما ای قریش مکه تکذیب میکنید، در حالی که این قرآن مجید هست، این قرآنی هست که قرائت شده و بسیار جایگاه والا و بلندی دارد، فی لوح محفوظ، جایگاهش در لوح محفوظ از اونجا آمده. نباید این را تکذیب بکنید، باید به این ایمان بیاورید و به اون چی که دستور میده عمل بکنید. این سوره مبارکه بروج بود. در این سوره بروج شواهدی بود بر ثبوت قیامت و همچنین تخویف دنیوی و اخروی شما خواندید، هم ذکر بهشت بود هم ذکر جهنم بود. حال در سوره طارق همین موضوع هست، فمهل الکافرین امهلهم رویدا. این نکته را الله اضافه می فرماید که با وجود این شواهد که انکار میکنند بازم بهشون مهلتی دیگر بده. فمهل الکافرین امهلهم رویدا. خدمت شما عرض کردم از سوره قاف تا سوره طارق تا اینجا همه مبحث قیامت بود. اینجا هم الله عزوجل هم بحث قیامت را و هم بحث توحید را که مقدمه ای هست در سوره های بعد بیان میشه مطرح میفرماید. الله میفرماید والسماء والطارق، قسم به آسمان و قسم به طارق. طارق اون ستاره درخشنده را میگن، خود قرآن میگه و ما ادراک ما الطارق، خبر دارید طارق چیه؟ این نکته را خدمت شما عرض کنم که بیشتر عموم مردم شاید تو این سوره های آخر بحث های خاص و بحث های طولانی نباشد، ولی یکی از اهدافی که انتخاب کردیم این سوره های آخر قرآن مجید بالخصوص در این بخش بعد از ظهر خوانده بشه به دلیل این بود که شاید برای کسان این توفیق حاصل بشه که حداقل ترجمه شون را یاد بگیرند، با دقت گوش کنند، ترجمه را یاد بگیرند. یاد گرفتن ترجمه و یاد داشتن ترجمه در نماز بسیار تأثیر دارد. وقتی که این سوره های کوچک را شما با استحضار بخوانید، با استحضار معانی بخوانید، الله عزوجل چه مطالبی چه معانی تو اینها بیان فرموده و بفهمید چه داری میخونید، قطعا نماز شما نماز روحدارتری میشه، نمازی با خشوع و با خضوع بهتر میشه. بنابراین به این ترجمه ها دقت بفرمایید و سعی کنید یاد بگیرید. الله میفرماید والسماء والطارق، قسم به آسمان و همچنین اون ستاره درخشنده. و ما ادراک ما الطارق، این استفهام تشویق است، تشویق میفرماید خبرداری طارق چیه؟ النجم الثاقب، نجم ثاقب اون ستاره روشن و درخشنده است. ستاره روشن و درخشنده بعضی گفتن مراد ثریا هست، بعضی گفتن زحل هست مراد. الله میفرماید اینها شاهدند که این کل نفس لما علیها حافظ. این هم تخویف اخروی است، هم مدعای سوره هست و هم جواب قسم است. هیچ نفسی نیست مگر بر او ما حافظی گذاشتیم که همه اعمالش را حفظ می کند، همه کارهایش را ثبت می کند. لذا الله عزوجل برای شما مراقب گذاشته، مراقب اعمالتون باشید. معنیش اینه هر کاری که میکنید اونها مینویسند، اونها ثبت میکنند، خوب یا خراب. فلینظر الانسان مما خلق، اینجا خدای عزوجل دلیل عقلی بر اثبات قیامت بیان میفرماید. این دلیل چند بار خونده شده اما اینجا تعبیرها فرق میکنه. الله میفرماید فلینظر الانسان مما خلق، انسان نگاه کند ببیند از چه پیدا شده، از چه آفریده شده. خلق مما ان دافق، آفریده شده از قطره آب که دافق یعنی به صورت جهش، در حالت جهش از وجود انسان خارج میشه و در محل خودش استقرار مییابد. یخرج من بین الصلب و الترائب، این بین صلب کمر و ترائب، ترائب سینه های زن را میگن، اون جایی که محل منی زن هست، از این دو جا خارج میشه و در یک جا در رحم استقرار مییابد.
لذا الله میفرماید این قطره از صلب و از ترائب خارج میشه، از این قطره انسان متولد میشه. انسان با چه کمالاتی، با چه ویژگی ها و اوصافی. پس همانطوری که این خدای قادر و مقتدر از این قطره انسان را خلق میکند، انه علی رجعه لقادر، اون الله بر بازگشت و برگرداندن این انسان از بعد از موت از قبر دوباره قادر است. تو این شک نکن، به اون قیاس کن. اونجا چطور الله میتواند، اینجا هم میتواند. اونجا الله قادر و مقتدر است، اینجا هم الله قادر و مقتدر است. اما کی، وقت رجع کی هست، زمان بازگشت کی هست؟ الله میفرماید یوم تبلی السرائر، روزی که آشکار میشوند بسیاری از اسرار. سرائر یعنی اون مخفی، اونهایی که اون مسائل که مخفی هستند، اون مسائل که پوشیده هستند. هم مراد این میتونه باشه اون نیات فاسده، اون نفاقی که در درون بوده، اون عقاید فاسده، اونا همه ظاهر میشند. و هم بسیاری از سرائر دنیا هستند، معماها در دنیا هستند که اینها هیچ وقت روشن نشدند. بسیاری از جنایت ها در دنیا انجام میگیرد. بسیاری از انسان های پاک، شریف، عالم ربانی، درویش، اینا به صورت مرموزی از پای در آورده میشوند، شهید میشوند. بسیاری جنایت های بزرگ انجام میگیرد، هیچ معلوم نیست کی این کارها را میکند، از کجا هست این کارها. الله میفرماید یه روزی میآید که همه اسرار ظاهر میشه. انسان دلش خوشه، مومن دلش خوشه برای اون روز که الله انتقام مظلوم را از ظالم میگیرد. فما له من قوة ولا ناصر، نیست برای انسان هیچ توانی و هیچ ناصری. ناصر کسی که چی بکند؟ یاریش بکند. نفی شفاعت قهری، بغیر از الله هیچ کسی نیست. والسماء ذات الرجع والارض ذات الصدع، اینجا خدای عزوجل سوگند یاد میکنه به آسمان، اما ضمن اینکه این سوگندی هست و شاهد و مشهودی هست، دلیل دیگری بر اثبات قیامت است. اینجا به صورت مختصر در سوره قاف به صورت مفصل شما خواندید که الله عزوجل میفرماید الله از آسمان آب نازل میکند، این آبها با خاک مخلوط میشه و از این آبها بذرها رشد میکند، درختها زنده میشه، زمین زنده میشه. تمام زمینی که تا دیروز خشکیده بود، تمام زمین چمن میشه، علفزار میشه، زمین یک روزه زنده میشه. خب ببینید همون خدایی که این زمین را تونست زنده بکنه، با ابر و با باران اون خدا میتونه دوباره شما را زنده بکنه. سه نوع دلیل عرض کردم برای اثبات قیامت در قرآن وجود داره. دومیش همینه، اولی اونی که اول خواندیم. اینجا هم الله میفرماید والسماء ذات الرجع، قسم به اون آسمانی که بر میگرداند آبها را. آب از اینجا به شکل بخار میره به آسمان، باز آب بر میگرداند آسمان به زمین. والارض ذات الصدع، زمینی که چی؟ دارای صدع هست. صدع یعنی شکافته میشه و از دل زمین بوتها، گیاهان، درختان، سبزیجات، علفزارها و زراعتها چی میشه؟ بیرون میاره. ذات الصدع، صدع به این معنا هست. پس الله عزوجل نمونه دیگه از قیامت بیان کرد. مشایخ ما نوشتن که جواب این قسم محذوفه، اینه والسماء ذات الرجع والارض ذات الصدع كذلك تخرجون من القبور. قسم به اون آسمانی که آب را میریزد و قسم به این زمینی که بعد از ریختن این آب زمین شکافته میشه و از دل زمین هر گیاه و بوته میروید و زمین زنده میشه. شما همچنین زنده میشوید، از قبرها بیرون میشید. انه لقول فصل و ما هو بالهزل، همانا این سخن قطعی هست و ما هو بالهزل، شوخی نیست. این کلام
این شوخی نیست، این که دوباره از قبرها زنده میشید، این که دوباره الله عزوجل شما را به میدانی جمع میکند. این قولی هست ذالک القول قول جزم مطابع للواقع لا هزل فی، این سخن قطعی هست، هیچ جای شوخی و مسخره و چیزی دیگه نیست. انهم یکیدون کیدا و اکید کیدا. الله در آخر هم زجر و هم تهدید میکنند مشرکان را. با وجود این همه دلایل آنها بر علیه دین و بر علیه توحید و بر علیه تعلیمات رسول الله توطئه میکنند، مکر میکنند. اونها یکیدون کیدن، اونها توطئه میکنند، توطئه کردن، مکر میکنند، مکر کردن. و اکید و کیدا، من رب هم مکر میکنم، به معنی اینکه تدبیر میکنم، برنامه ریزی میکنم، جواب توطئهشون را میدم. لذا عجله نکن ای حبیب من، فمهل الکافرین امهلهم رویدا، مهلت بده به کافرین، مهلتشون بده، برای عذابشون عجله نکن. امهلهم رویدا، مهلت بده اندک، رویدا اندک، مهلت اندکی بهشون بده. این سوره مکی هست. ابن عباس رضی الله تعالی عنه می فرماید این آیه وعیدی هست و تهدیدی هست برای دشمنان، و این تهدید را الله عزوجل روز بدر عملی کرد. لذا قال ابن عباس هذا وعید من الله عزوجل. ابن عباس میگه این وعیدی هست قد اخذهم الله یوم بدر، الله در روز بدر مؤاخذه کرد. همین که میفرماید مهلتشون بده، مهلت اونجا تمام شد. اونجا آمده بودن تا برای همیشه فاتحه اسلام را بخوانند، اما خار و زبون ذلیل شدند. 70 نفرشون از بهترین ها، از کلگنده ها کشته میشه، 70 تا دیگه اسیر میشه، بقیه همه وسایل را میگذارند در میدان و سرلخت و پالخت پا به فرار میگذارند. لذا این بود مهلتی که الله عزوجل مهلت را در بدر به پایان رساند. بسم الله الرحمن الرحیم. سبح اسم ربک الاعلی. سوره اعلا هست. سوره اعلا سوره‌ای که از احادیث معلوم میشه رسول اکرم صلی الله علیه وسلم با این سوره خیلی محبت داشت. رسول الله این را زیاد میخواند، بالخصوص تو نماز زیاد میخواند. در روایتی میاد که بیشتر روزهای جمعه در رکعت اول سوره سبح اسم ربک الاعلی میخواند آن حضرت، و در رکعت دوم سوره غاشیه، اون سوره‌ای که بعد از این میآید. و در روایت دیگه هست که آن حضرت صلی الله علیه وسلم گاهی که وترها را میخواند در 3 رکعت وتر، رکعت اول بیشتر سوره اعلی را سبح اسم ربک الاعلی را میخواند، و در 2 رکعت بعدی قل یا ایها الکافرون را در دومین رکعت میخواند، و در سومین رکعت قل هو الله میخواند. لذا این سوره‌ای هست که آن حضرت صلی الله علیه وسلم باش محبت داشت. و وقتی که ما به محتوای سوره ها نگاه کنیم، یک سوره قرآن مجید کل قرآن و خلاصه قرآن است، چون در این سوره ها همه مطالب به صورت مختصر خلاصه بیان شده. هم توحید است، هم قیامت، هم رسالت، هم عمل نیک است، هم عمل بد است، هم بشارت است، هم تخویف است. همه چیز در یک سوره مختصر هست. خب ربط این سوره و مناسبت این سوره با گذشته، این را شما میدونید که اختلاف مشرکان با رسول اکرم صلی الله علیه وسلم روی 2 چیز بود. یکی مسئله توحید و یکتاپرستی، دوم روی مسئله قیامت. اون چه که تا اینجا خواندیم از سوره قاف تا سوره والطارق، تا اینجا بحث قیامت بیشتر بود. قبل از اون در سوره حوامیم بحث توحید بود، و حال از اینجا به بعد مجددا بحث توحید آغاز میشه. از سوره اعلا تا آخر قرآن مجید بحث توحید است. الله عزوجل دستور میده به پیغمبرش یا به هر مخاطب، به من و شما مسلمان، که سبح اسم ربک الاعلی، تسبیح بگو، پاکی را بیان بکن، پاکی رب اعلایت را، اون ربی که از همه اعلاتر است، از همه برتر است، از همه بالاتر است.
گاهی که در قرآن مجید میبینید چنین کلمه‌ای که نیاز هست شما جواب بدید، مستحب جواب بدید. در تفسیر سوره رحمان عرض کردم که وقتی که رسول الله صلی الله علیه وسلم سوره رحمان را خواندند و این آیه بار بار تکرار میشد، خدا سوال میکنه فبأی آلاء ربکما تکذبان، ای جماعت جنات و انسان ها کدوم نعمت های ربتون را تکذیب میکنید؟ صحابه ساکت ماندند. رسول الله فرمود از شما جنات بهتر کردند، بهتر عمل کردند. اونها وقتی که این آیه خوانده شد جواب دادن لا بشیء من نعمک ربنا نکذب فلک الحمد، پروردگار هیچ نعمتت را تکذیب نمی کنیم، فلک الحمد. لذا معنی این حدیث اینه که وقتی که خدای عزوجل یا دستور میده یا سوالی میکنه، اگر جواب پیشت هست جواب بده. پس وقتی گفته میشه فبأی آلاء ربکما تکذبان، کدوم نعمت های ربتون را تکذیب میکنید، بگیم لا بشیء من نعمک ربنا نکذب، پروردگار هیچ نعمتت را تکذیب نمی کنم، همه را قبول دارم. به زبان خودت بگو، به زبان عربی بگو. یا مثلا وقتی که الله می فرماید الیس الله باحکم الحاکمین در سوره والتین، آیا الله احکم الحاکمین نیست؟ مستحب اینه ما جواب بدیم بلا و انا علی ذلك من الشاهدین، منم گواهم که الله عزوجل احکم الحاکمین است. یا الله وقتی می فرماید الیس ذلك بقادر علی ان یحیی الموتى، خدا قادر نیست که مرده ها را زنده بکنه؟ از من و تو سوال میکنه. مستحب بس من و تو بگیم بلا انه قادر علی ان یحیی الموتى. اینجا هم همچنین الله وقتی میفرماید سبح اسم ربک الاعلی، ای مسلمان ای مومن تسبیح رب اعلایت را بگو. مستحب بس همه ما زمزمه بکنیم سبحان ربی الاعلی، سبحان ربی الاعلی، رب اعلی من پاک است. چون خدا به ما گفته سبح اسم ربک الاعلی، تسبیح بگو. سبح این توحید است، به معنی پاکی، پاکی رب را از هر عیب، از هر شریک، از زن، از فرزند، دختر، پسر، از هر چی پاکی ربت را اعلام کن و به زبان بیار که رب من پاک است. نام رب اعلایت، اون ربی که ببین این مدعا هست، ربی الاعلا یا ربک الاعلا مدعا هست. الان دلائلش الذی خلق فسوا، الله آن ذاتی است که هر چیز را آفرید، خلق کل شیء فسوا، برابرش کرد اونطوری که نیاز به برابری داشت. والذی قدر فهدا، الله آن ذاتی است که هر چیزی را قدر، برای هر چی اندازه ای تعیین کرد، نهایتی تعیین کرد، هر چیزی را اول و آخری برایش تعیین کرد. فهدا باز راهنمایی کرد، یعنی هر چیز را بعد از پیدا کردن راهنمایی کرد. دیدید خدا چطور ما را راهنمایی میکند؟ مفسرین گفتن معنیش اینه که بعد از پیدا کردن رزق و روزی هر یکی را مقدر کرد و راه روزی را هم بهش نشان داد. والذی قدر خلق، اول خلق ما را پیدا کرد، بعدا قدر رزق و روزی ما را چی کرد؟ مهیا کرد. فهدا باز ما را راهنمایی کرد. تو میخوای به روزیت برسی، تو برو رانندگی کن، تو برو مغازه برای خودت درست کن، تو برو فلان تولیدات، تو برو درس بخوان. هر یکی را روزی که برایش مقدر است الله به همون سمت و سو چی میکنه؟ هدا راهنمایی میکنه، انسان میره. و بعض همه انسان ها، تنها بحث انسان نیست، همه مخلوقات، بزغاله وقتی که از مادرش میفته مستقیم نگاه میکنه پستانهایش، اینو کی راهنمایی کرد؟ از کجا میدونه اونجا باید بره و غذایش اونجاست؟ جوجه تازه از تخم میاد بیرون فورا نوکش را میزنه به زمین، اینو کی راهنمایی میکنه؟ هر یکی را الله راهنمایی میکنه که رزقت کجاست، برو همونجا. از الله عزوجل جوجه ها را راهنمایی میکنه، مورچه ها را راهنمایی میکنه، ماهی ها را میکنه.
عرض کنم که شتر بچه و بزغاله و بره و همه را راهنمایی میکنه، به من شما را راهنمایی نمیکنه، به من شما رزق نمیده؟ چرا بعضی دست پاچه هستند؟ لذا الله عزوجل میفرماید الله برای هر یکی مقدر کرد، والذی قدر رزق و روزیش را فهدا، بعدا راه را هم بهش نشان داد که از کجا برو رزق و روزیت را حاصل کن. والذی اخرج المرعى، الله آن ذاتی است که چراگاه را، مرعا چراگاه را بیرون کرد، یعنی چراگاه را درست کرد برای حیوانات شما. فجعله غثاء احوا، اون را الله عزوجل قرار داد خشک و سیاه. معنیش اینه که الله عزوجل تمام احوال را، تمام شرایط را الله است که به وجود می آورد. هم سرسبزی و شادابی او می آورد، هم نقص و ایراد و اشکالی که باشد هم به او به وجود می آورد، به دست او هست. سنقرئک فلا تنسى. الله عزوجل انعاماتی برای پیغمبر خودش بیان می فرماید، ما برایت می خوانیم. سنقرئک، ای پیغمبر ما می خوانیم برایت این کلام را، فلا تنسى، تو فراموش نمی کنی الا ما شاء الله، مگر اون چی که خدا بخواد. یعنی چه؟ آیاتی که خدای عزوجل خودش منسوخ بفرماید اونها مراد هستند. انه یعلم الجهر و ما یخفى، اون مدعای اول بود که همه چیز به دست الله است. همین الان عرض کردم که برای الوهیت دو چیز لازمه، یکی تصرف و قدرت مطلق، یکی علم کامل. قدرت کامل، علم کامل. از اینجا تا الذي خلق فسوى قدرت کامل بود، خلق فسوى والذي قدر فهدى والذي اخرج المرعى. الله همه چیز را آفریده، رزق را، روزی را، هدایت به انسان راهنمایی کرده، این قدرت است. و بعد انه یعلم الجهر و ما یخفى، این علم است. الله میداند هم علنی را و ما یخفى، اونی که مخفی میشه، هم جهر را، ظاهر را، علنی را، عیان را، و همچنین و ما یخفى، نهان را. همه چیز را الله میداند. و نیسرک للیسرا، ما ای پیامبر هموار میکنیم برای شما راه کمال را، راه رسیدن به الله را. لذا شما، برای شما که هموار میکنیم معنیش نشان میدیم. فذکر ان نفعت الذکر، شما پند بده اگر پند فایده ای دارد. ببین بیشتر مفسران بر این هستند که این شرطیه هست، یعنی اگر پند فایده ای دارد. بعضی میگن این به معنی اذا هست. الان یه سوالی هست که آیا اگر پندی ما جای تبلیغ بکنیم فایده ای داشت، تبلیغ بکنیم، اگر فایده نداشت چیکار بکنیم؟ آیا مفهوم مخالف اعتبار داره؟ اگر کسی میدونه که من اینجا صحبت بکنم بی فایده هست، آیا وقتی که میدونه که فایده ندارم، این جوانها به حرف من گوش نمی کنن، آیا چنین جای دعوت بده یا نده؟ چون از مفهوم مخالف این آیه این برمیاد که فذکر ان نفعت الذکر، اگر پند فایده میده خب پند بده. مخالفش، ضدش، عکسش چیه؟ یعنی اگر پند فایده نمیده دیگه پند نده. به این خاطر مفسرین نوشتن فیه تفصیل، اینجا این بحث تفصیل دارد. تفصیلش اینه که المدعو الى ثلاثه اقسام، کسی که شما او را دعوت میدهید از سه حال خالی نیست. مقطوع بنفعه، یکی اون هست که شما یقین دارید که من این را پند میدم این فایده حاصل میکنه، قطعا نفع میبره از فایده من، از پند من، اینجا باید پند بدی. و مقطوع بعدم نفعه، یکی دیگه شما میدونید که قطعا میدونید اینجا فایده ای نداره، من تبلیغ بکنم فایده ای نداره. و سوم و محتمل، احتمالش هست
از حرفهای شما متاثر بشه بیاد نماز بخونه یا نه احتمالش هست هیچ فایده ای داشته نباشه. الان میفرماید وقال محل التذکیر، کجا ما پند بدیم؟ ما لم یکن مقطوعا بعدم نفعه، جایی که ما قطعا میدونیم اینجا فایده نداره، خب اونجا پند ندیم. دو جای دیگه پند بدیم، یک جایی که میگیم حتما سود داره، یک جای دیگه که میگیم شاید سودی داشته باشه شاید داشته نباشه، شاید گوش به حرف بکنند یا نکنند. خب این یکی از مفسران نوشته. اما بنده بحثی در سوره بقره خدمت شما عرض کردم، اونجایی که خداوند به پیغمبر میگه ای پیغمبر اینایی که کفر کردن مثل ابو جهل و ابو لهب و امثالهم سواء علیهم انذرتهم ام لم تنذرهم، برابر است اینها رو بترسانی یا نترسانی لا یؤمنون، ایمان نمی آورند. خب اونجا همین سوال مطرح بود که وقتی که ایمان نمی آورند چرا رسول الله باز هم اینا رو تبلیغ میکرد، باز هم با اینها جلسه خصوصی میگرفت، باز هم اینها رو دعوت میداد؟ اونجا جوابش همین بود که درسته یک گروه ایمان نمی آورد ولی تنها پند و موعظه برای ایمان آوردنشون نیست، پند و موعظه فواید بیشماری دارد. یکی مثلا اینه که منی که خدا به من قرآن نشان داده، ایمان را به من یاد داده، راه هدایت را به من داده، من وظیفه‌ای دارم، اما از اینکه اون حرف من را قبول میکنه یا نمیکنه من باید وظیفه خودم را انجام بدم. خب الان درست خدا میفرماید اونا ایمان نمی آورن ولی وظیفه رسول الله انذار است، باید رسول الله اونها را بترسونه و دیگه جایگاه پیغمبر با این تبلیغ اون اگر چی قبول نمی کند جایگاه پیغمبر میره بالا. این دو. سوم اتمام حجت، درستی حرف ما را قبول نمی کنه ولی فردا نگه پیش خدا که خدایا اینا بودم به من نگفتند، لذا حجت باید برو تکمیل بشه، باید او را موعظه بکنیم، نصیحتش بکنیم تا که فردا بهانه‌ای بر علیه ما داشته نباشه. یا همین که بگیم معذرتا الی ربنا، ما پیش پروردگارمون مسئولیتی داریم، به خاطر اینکه ما پایمون گیر نکند و فردا مسئول شناخته نشیم، لذا ما باید وظیفه‌مون این هست که همه جا پندمون را اندرزمون را برسانیم. برای شما قبلا نمونه عرض کردم، مثال زدم، مثلا در کشور ظلمی داره انجام میگیره، خب شما وقتی که این ظلم را میبینید لازم هست که این را گزارش بدید به بالاتر، به مرکز کشور بنویسید و شما میگه کی گوش میکنه، کی به حرف ما عمل میکنه؟ درسته عمل نمیکنه، ظن غالب گمان غالب همینه، ولی فردا شما پیش خدا عذری داشته باشید که خدایا من که مطلب را به اونها منتقل کردم اونها رسیدگی نکردند، حداقل مسئولیت شما سبک میشه. همچنین جایی که احساس میکنید که طرف حرف شنوی ندارد باید ما مسئولیت خودمون را ولو یک بار شده هم انجام بدیم، باید بگیم. الله می فرماید فذکر ان نفعت الذکرا، اگر پند فایده میدهد پند بده. اما از پند چه کسی فایده میگیرد؟ سیذکر من یخشا، ان قریب پند میگیرد نصیحت حاصل میکند من یخشا، هر کسی که بترسد از خدا، و یتجنبها الاشقا، دوری میکند از ذکرای شما، از پند شما، محروم ترین انسان، بدبخت ترین انسان، الذی یصلی النار الکبری، همون انسانی که وارد آتش بزرگ میشه، اون انسانی که جهنم برایش آماده هست. ثم لا یموت فیها ولا یحیا، سپس در اون جهنم نمیمیرد و نه زنده میشه. نمیمیرد برای ما مفهومه، یعنی قبض روحش نمیشه، اونجا دیگه برای همیشه
زنده هست. اما ولا یحیا یعنی چه؟ زنده نمیشه. زنده که هست. اینجا مفسرین نوشتن ولا یحیا بالاستراحت، یعنی چنان حیاتی که برایش راحتی باشد ندارد. این زندگی همیشه میگن مردم وقتی که زندگی که خیلی از دستش برنجن میگن زندگی نیست. واقعا زندگی نیست وقتی که انسان همیشه تو شکنجه. پس راحتی معنیش یحیا یعنی راحتی برایش نیست. قد افلح من تزکا، این ثمره خشیت است. نه گفتیم که سیذکر من یخشا، چه انسانی پند حاصل میکند؟ کسی که در دلش خوف خدا باشد، خشیت الله. الله این نعمت را به من شما بده، در دل خشیت باشد، انسان در همین دنیا نورانی میشه. از خدا بترسد انسان، حق هیچ کسی را تلف نمیکنه، حق گربه را حتی تلف نمیکنه، حق سگ دم خونه را هم تلف نمیکنه. اونجا هم از خدا میترسه. چه برسد به زن و فرزند، چه برسد به خویشاوند، چه برسد به همسایه، چه برسد به مشتری که ازش جنس میگیرد. میترسد از خدا، کلاهبرداری نمیکند. خشیت دنیا را تبدیل به امن و امان و صلح و آرامش میکند. لذا الله میفرماید قد افلح من تزکا، این نتیجه خشیت. همانا رستگار هست اون انسان. فی الدارین بنویسید، در هر دو دنیا این انسان رستگاره. من تزکا، اون انسانی که خودش را پاک بکند. الله میفرماید شما اگه میخواهید رستگار بشید، اگر میخواهید که شما کامیاب هر دو دنیا بشید، بیاید خودتون را پاک بکنید. از چه پاک بکنید؟ اولا از شرک، کفر، نفاق، اخلاق بد و تمام گناهان و معاصی. از همه نابرابری ها انسان خودش را پاک بکند. خیلی آسان است. قد افلح من تزکا و ذکر اسم ربه فصلی، و همچنین نام پروردگار را به زبان بیاورد در مصائب و در حاجات، فقط از خدا کمک بگیرد. الان خواندیم پاکی یعنی پاکی از شرک، نه اینکه بگه که من خودم را پاک کردم بعد یا فلان ادرکنی یا فلان انصرنی. نه، هر وقت نام الله به زبانش باشد. و ذکر اسم ربه فصلی، نام پروردگار را در مصائب و در حاجات ذکر کند، پس نماز بخواند، همیشه او را سجده کند. اما خداوند اینجا موانع را بیان می‌فرماید. چه چیزی مانع هست که ما خوب خودمون را پاک نمی کنیم؟ بل تؤثرون الحیات الدنیا، بلکه حقیقت این است که شما ترجیح میدهید زندگی دنیا را. به خاطر زندگی دنیا الله را ناراضی میکنی، خلاف و دروغ میگویی، اشتباهات دیگه میکنی، گناه و معصیت میکنی و هزاران دیگه. مشرکین به خاطر دنیا و به خاطر شکم بود که لنگرها را گرم داشتن، بتخانه ها را گرم داشتن، شب و روز پخت و پز بود و بخور بود. اینم دنیاست. اذا الله می فرماید بل تؤثرون الحیات الدنیا، بلکه شما ترجیح می دهید زندگی دنیا را، در حالی که والآخرت خیر و ابقا، آخرت بهتر است. زندگی آخرت و ابقا، باقی مانده تر است. این دنیا 60 ساله، 40 ساله، 50 ساله، آخر فناست. اما اون برای همیشه ابدالآباد باقی میماند. ان هذا لفی الصحف الاولى، اینجا خداوند این مطلبی که بیان فرمود هم توحید بود هم تزهید من الدنیا. در این هر دو مطلب الله استدلال میگیرد از صحیفه های گذشته، در تعلیمات پیامبران گذشته بوده. ان هذا لفی الصحف الاولى، این مطلب یعنی مسئله توحید چنانچه اینجا ذکر است و تزهید من الدنیا چنانچه اینجا ذکر است، در صحیفه های پیشینیان بوده، یعنی صحیفه های ابراهیم و موسی، در کتابچه هایی که خداوند به اونها داده، در اونجا هم این مطالب بوده. صدق الله مولانا العظیم.
نداء الحق صوت قد شجاني وبلغني الحقيقة والأماني وكان لي السبيل إلى المعالي ونورا للهداية والبيان.